خب بریم سراغ مجموعه های متناهی و نامتناهی. بخش اولش مربوط به مجموعه های اعداد هستش که مجموعه اعداد طبیعی، حسابی، صحیح، گویا و گنگ رو شامل میشه. مجموعه اعداد طبیعی رو با حرف n نشون میدن که کنارش یه خط عمودی قرار میگیره که با حرف n اشتباه نشه و نشون دهنده مجموعه بودن هستش. مجموعه اعداد طبیعی از یک شروع میشن و تا بی نهایت ادامه پیدا میکنن. مجموعه اعداد حسابی مثل مجموعه اعداد طبیعی هستن، منتها صفر رو هم اضافه دارن، با W نشون داده میشه. مجموعه اعداد صحیح که با Z نمایش داده میشه. یه خط مورب هم کنار حرف Z قرار میگیره به معنی اینکه نشون دهنده مجموعه بودن هستش. از منهای بی نهایت شروع میشه تا صفر و ادامه پیدا میکنه از یک تا مثبت بی نهایت. مجموعه اعداد گویا با حرف Q نشون داده میشه. فرم کلیش به صورت MN هستش که M و N اعداد صحیح هستن و مخرج نباید صفر باشه. مجموعه اعداد گون که با Q پریم نشون داده میشه مجموعه اعدادی هستن که نشه اونها رو به صورت نسبت دو تا عدد صحیح نمایش داد. به صورت کلی مجموعه اعداد گون مجموعه اعداد رادیکالی رو شامل میشه. البته رادیکالی که جذر صحیح نداشته باشه، مثلا رادیکال 3 یه عدد گونگ هستش، ولی رادیکال 4 که میشه 2 در واقع جزو مجموعه اعداد صحیح یا گویا حساب میشه. از کنار هم قرار دادن مجموعه اعداد گویا و مجموعه اعداد گونگ کل مجموعه اعداد که مجموعه اعداد حقیقی میشن به وجود میان که با حرف R نشون داده میشه. کنارش یه خط عمودی هستش به معنی مجموعه بودن که میشه Q اجتماع Q پریم. نکته‌ای که وجود داره مجموعه اعداد طبیعی زیر مجموعه اعداد حسابی هستن. چرا؟ چون مجموعه اعداد حسابی بزرگتره، یعنی صفر رو هم اضافه تر داره. مجموعه اعداد حسابی خودشون زیر مجموعه اعداد صحیح هستن. اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هستن و اعداد گویا هم زیر مجموعه اعداد حقیقی میشه. خب یه تمرینی رو با هم ببینیم. اینجا گفته که مشخص کنید این اعداد کدومشون در واقع گویان کدومشون گنگ هستن. 2.45 یه عدد گویا حساب میشه. چرا؟ چون 2.45 میتونید بنویسید 245 صدم، یعنی یه عدد گویا یا کسری. خب منهای 7 دوم که اصلا مشخص عدد گویا هستش. 6 عدد گویاست. چرا؟ چون میتونید یه یک به مخرجش بدید و عدد گویا حساب میشه. کلا مجموعه اعداد صحیح زیر مجموعه اعداد گویا هستن، چون میتونید به همشون یه مخرج یک بدید و به صورت عدد گویا نوشته بشن. منهای 4.9 مجدد عدد گویا هستش، چون میتونید بنویسید منهای 49 دهم. عدد پی که در واقع 3.14 به صورت دقیق 3.14 نیست. عدد پی قسمت اعشارش همینجوری تا بی نهایت ادامه پیدا میکنه، لذا عدد پی یه عدد گونگ حساب میشه. عدد بعدی منهای رادیکال 2، چون رادیکال 2 جذر صحیح نداره یه عدد گونگ حساب میشه.